تئاتر این درگاه امید و آرزوهای هر یک هنرمند است که با نخستین قدمهایش میتواند زندگی زیبا را پیدا کند و خود را خوشبخت‌ترین انسان احساس نماید. در حقیقت ما از تئاتر است که ما از آن شیب و فراز روزگار را می‌آموزیم و هنری هنرپیشه‌ها باشد ما را هرگز به تاثیر نمی‌گذارد. سلام بینندگان گرامی، مهمان نوبتی برنامه نقش هستند هنرمند صاحب استعداد و خوش‌ذوق از تئاتر موسیقی مضحکوی به نام عطا محمدجانوی شهر باختر، عبدالرحیم عبدالرحمانوف که همین حالا نقش خود را از نمایشنامه زنگیری یا دمگیری به ما و شما قصه خواهند کرد. سلام، خوش آمدید به دوشنبه شهر عزیز. سلامت باشید. بسیار شاد هستیم که به برنامه دوست داشتنی برنامه نقش دعوت نمودید. نمایشنامه زنگیری و یا دمگیری مضحکوی بوده از روی قلم نویسنده معروف سلطان سفرов در کارگردانی قربان محمد شکرov روی صحنه آمد و البته اهل هنر محض با این نمایشنامه در فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو 2025 اشتراک کرد و غالبیت را نیز از روی 3 نامیناسیون به دست آورد. درست؟ کدام پهلو و یا کدام خصوصیت‌های خاص این نمایشنامه بیننده را به تاثیر نگذاشت به فکر شما؟ در این راستا باز میگفتید که چگونه به شما میسر گردید که یعنی نقش اساسی را اجرا کنید؟ من فکر میکنم که بین‌نهایت تماشابین و در اون تالاری که پر از تماشابین بود همه هنرمندان، اکثریت هنرمندان کسبی و استادان حجم بودند. بسیار هم نقص پذیرفتند نمایشنامه را و نقش مرکزی که نقش من نقش استاد برات بود از جانبی همکسبان مخصوصا قربان محمد شکرزاده خودشون دعوت نمودن که این نقش را باید من بیافرم، چون که این نقش پیشتر دیگر هنرمندان آفریدگی بودن. یادآور میشیم که در این نقش استاد برات رحمان الدین خلیقوف بسیار با استعدادی بلند این نمایشنامه را میبرد. بعدتر عبیدالله سعیدوف هنرپیشه خیلی با استعداد هستند که استاد بسیار نظم میآفریدند و کمتر در فرصت که کمتر مونده بود استاد کمتر اذیتی بیماری کشیدن، خواهش نمودن که اگر که امکانیت باشد همین نقش رو دیگر کس به عهده گیرد و فرصت خیلی هم کم بود. در اینجا با دعوت خود کارگردان قربان محمد شکرزاده و رهبریت تئاتر سعیدزاده اوتاخان هنرمندان به من کمک نمودن که از عهده‌اش میبری، تو میتوانی. خیر، من فرصت کم هم که بود با یاردم کمک دوستان و همه همکسبان که گویم که این نقش رو من روی صحنه آورده توانستم. پرنده ها و همه انگورها رو دانه ترسوندن مردم جون، ترسوندی؟ انگورها رو دانه خورده رفته ایستادن. از بازار آمدی زنک؟ اومدم. حکه نگر زن، در خونوا چی خیر؟ در بازار باوان مردک جون. پول چند پول بود از با پول؟ مردک راستیگم نرخ پولا نپرسیدم. پولی روسیه در نظر دارم من. اون نفهمیدم آخی. خورا خواه میکنید بگیم. نباید. برای چی فرستادم توی؟ نمایشنامه از سرگذشت یک شخص عادی استاد برات قصه میکند که این نقش را شما خیلی خوب بازیدید. یعنی استاد برات زیر تاثیر ملاحظه جادوگر به راه بد قدم میگذارد و در نتیجه از همسر خود جدا میشود. درست؟ همین گونه هم هست و استاد برات خودی همین قهرمانی که من آفریدم استاد برات یک مردی هست که بلهوس است. یک مردی هست که دویم در کجایی که زنان و دختران جوان رو که دید در حال با آنها گویم که دل میبندد و عاشق میشود به طور خود. با هم حتی با همون خروسی که در حولینش میگردد و میبیند که 21 مکیان دارد با همون رشک میکند که وای 21 زن دارد و من باشم 1 تا زن دارم افته با همون رشک میکند. برای همین وای صاحب کار است، مبلغ دارد، پول هم دارد و کار کرده یک فکر در سرش میآید که چیکار کند که از همین زنی که با او همسرش از زندگی کرده است، خانه و در 30 سال زیاد زندگی کرده است، کار کرده از او خلاص شود و زنی جوان گیرد. برای از روی هوا و هوس میخواهد زن گیرد. از روی هوا و هوس، بله. نمایشنامه که خود مضحکوی بود از سرشوی تا به آخر، یعنی تماشابین درست قبول کردن، یعنی با قرصک ها یعنی قبول کردن و تمام نمایشنامه ما در نمود حج بود و این باعثی تمام هنرمندان ما، باعثی خودی من همچون کارگردان یعنی یک چه بگم یک سربلندی بود که نمایشنامه ما را تمام هنرمندان تئاترهای کسبی یعنی همکسبان ما یعنی در سطح بلند قبول کردند
زیرا گمان میکنم هنرمندی کسبی رو خنداندن آسان نیست. یعنی این قبول بالا میشمارم من که هنرمندهای کسبی، منعقدها، حتی منعقدها از خارج کشور، یعنی در فستیوال آزمون تئاترهای کسبی پرستو اشتراک داشتند، بهای بلند دادند. موضوعی که انتخاب کردید از جانب هنرمندان ما و در فستیوال بهره اشتراک نمودن از نام تئاتر ولایتی، در حقیقت موضوع اجتماعی است و امروز نمایشنامه زنگیری و دمگیری همه اون مشکلی و کمبودی و پرابلم هایی که در زندگی رخ میدهد توسط مسکه در این نمایشنامه جایگیر شده بود و واقعا هم امروز پیشنهاد این نمایشنامه از جانب شورای بدیعی تئاتر و هیئت هنرمندان تئاتر باختر مخصوصا برای آن بود که فستیوال یک شکوه مسکوی را داشته باشد. نقش داملا که بر عهده قربان محمد شکرزاده بود و برای بیننده نیز خیلی جالب بود نقش اون کس در برابر کارگردان بودن، یعنی یکی از قهرمانان اساسی این اثر بودن. درست؟ خودی که هم با عهده داشتن کارگردانی رو قربان محمد شکرزاده و باز نقشی که گویا که مرکزی، یعنی نمایشنامه رو خودشون پیش می‌بردن، بیشتر با یک نفر نمی‌شود. پارتنرایی که در اون صحنه هر یکی هستند، چی بگیم چی بانو و مخصوصا با محسوم بسیارتر که هست و همنشینی دارد پیش می‌بردن. انا برای او بسیارتر هم برای کارگردان بسیار دشوار می‌شود، چون که خود در صحنه بازی می‌کند و باز کارگردانی هم می‌کند. بعضی وقت دشواری هم می‌کنم. من این رو از دور تجربه کارگردانی خودم هم بعضی وقت احساس می‌کنم. از نوار تماشا می‌کنم میگم کاش که اگر این خیل می‌کردم یا که کمتر دیگه خیل بازی می‌کردم، چون که آدم خود رو نمی‌بینم. نمایشنامه مذکور هرچند در نمود حجب است، ولی در هر خط سوژه آن البته مسئله‌های حیاتی اجتماعی و عائلوی به طور مؤثر نشان داده شده است که برای بیننده هم یعنی آموزش خوب می‌دهد. هنرمندان باشند البته محتوا و طینت هر یک قهرمان این اثر رو خیلی جالب، خیلی دلچسب اجرا کردند. پس صحنه‌گذاری این نمایشنامه یا اینکه به صحنه گذاشتن این نمایشنامه تا کجا توانست ذوق و سلیقه هنرمندان یا اینکه بیننده هواداران تئاتر را بیدار سازد؟ من فکر میکنم که خیلی از نگاه تماشابین از آنمون کفکوبی‌های تالار علاقه احیان برای هنرمندان معلوم می‌گردد که چگونه قبول کرده ایستادن نمایشنامه رو و علاقه از شبکه تلویزیون ها ما تماشا کردیم، خودمون هم بسیار هم پسندمون افتاد و چگونه در سطح بلند هم نوار گرفته شده است و تماشابین بسیار نقص پذیرفته است این نمایشنامه رو. و من فکر میکنم که در اینجا کمک هر یک هنرمندی که در همون نمایشنامه زنگیری و دمگیری که شما تماشا کردید، هر یک هنرمندی که در اونجا نوشتجاتایی که زنگیری یا دمگیری رو گرفته می آوردن، همه اونها جوانانی بودن که هنرمندان کسبی تئاترمان هستند. نمایشنامه ما یعنی که تئاتر ولایتی موسیقی مسکوی به نام عطا محمد جان شهر باختر، این یعنی که گویم که سمتش موسیقی و مسکوی است. بیشتر باید در ژانر مسحکه نمایشنامه روی کار آورد. بله و سرود هم خوانده تواند. هنرمندان ما باید هم سرود خوانده توانند، هم رقص کرده توانند، هم در ژانر مسحکه بازی کرده توانند. و این نمایشنامه که ما پیشکش کردیم همه همین ژانرها دیده میشد در داخلش، چون که در اونجا اهمیت داده باشه من زنده سرود میخوندم و زنده موسیقیچی هایی که موسیقیچی خیلی هم چیره دست هستن. استاد هنرپیشه خلقی جمهوری تاجیکستان محمد علی ایوبوف نشسته بودن، عثمان علی عثمانوف، حیدبای یوسفپور، امید جان ساقیوف که همه موسیقیچیایی که گویم که کسبی هستند نشسته. انا همین با در بند و بست در یک جایگی. البته من این رو موفقیت رو به همه هنرمندان به همکسبانم میرسونم، چون که همین فکر میکنم که بهترین انسامبل اکتیوری به ما دادن، همین نامیناسیون رو صاحب گردیدیم. همین بهترین انسامبل ارزنده هم هست، چون که همه انسامبل یعنی که همه استادان یک جایه در یک جایگی
که زحمت کشیدن و نقش من استوبرات هم برآمده توانست. دکور یا خود موسیقی ها نیز البته در این نمایشنامه یک جزء جدا نشونده است و محض همین رنگ و رنگی برای بیننده یک جذابیت دارد تا اینکه محتوای این نمایشنامه را خوب درک نمایند. چونانی که گفتیم هرچند در نمود حجم است ولی در اون پرابلم های زندگی یعنی که موضوع های روز دیده می شود. در حیات امروزی با همین قریب که همین خیلی صحنه ها رو همین سوژه رو قریب که وا خورده می توانیم. بعضا مردانی هستند که بولهوس هستند الکی سن و سالشون به جای رسیده است به همون عشق ورزی و به همون گوییم که همون رفتارهای استوبرات مانندی هم دارد. فکر میکنم که امروز هر یک نفر میخواهد که به تئاتر بیاید و تمام خستگیش را توسط تماشای نمایشنامه برآورد و توسط بازی‌های هنرمندان و چون در این نمایشنامه هنرمندان ما زیاده از 15 نفر در اینجا سهمگزار بودند، یعنی که اشتراکچی 5 نفر بود و بعداً باز هم بهره پیشنهاد کردن در این فستیوال آزمون با کار کسبی کارگردان. در اینجا ما نوازنده ها رو همراه کردیم، در اونجا ما دیگر قهرمان هایی که جوانانی که در اونجا یعنی که نقش آفرینی میکردن و صحنه ها را عوض میکردن 5 نفر دیگر آنها یعنی که شامل گردید و یعنی که زیاده از 15 نفر هنرمند در این نمایشنامه بند بودند. همچون کارگردان من حرکت کردم که همین ژانری تئاتر خود را در فستیوال آزمون یعنی با پررنگی نشان دهیم و ما حرکت کردیم و در اینجا شما شاهد بودین که نوازنده ها یعنی نوازش زنده دیده میشد، هنرمندها زنده می سراییدند و ژانر مسکه از اول تا به آخر ادامه می‌یافت. بیش از 25 سال می شود که روی صحنه تئاتر موسیقی مسحکوی به نام عطا محمدجانوی شهری باختر در نمایشنامه‌های خرد و بزرگ نقش می‌آفرید و البته از روی ژانرهای مختلفی تئاتری. پس از کدام نمایشنامه یا اینکه از کدام obraz تاکنون قناعتمند هستید؟ اگر که از آغاز سر کنیم نمایشنامه‌های حسین عرابکش، بازی‌های منفی جویانه خسین تا بنامین تا مارتینز در تهیه برهاندی رجب هنرپیشه خلقی تاجیکستان، بازی‌های منفی جویانه حسین عرابکش، ماجرا صحنه عشق، ریویزور گوگل. بیشتر به من ریویزور گوگل معلمان نگین رجب و گذاشته بودم بسیار معقول بود. در اونجا من نقش پیوتر ایوانویچ بابچینسکی رو می‌آفریدم. که اگر اهمیت داده باشه در این اثر جهانی است که تمام تئاترهای دنیا این رو روی صحنه گذاشتن. در اونجا من نقشی بسیار هم چولاک مسکه بود در نقشی پیوتر ایوانویچ بابچینسکی و دوبچینسکی، یعنی که دو نفری هستند که اونها همه خبرها رو آورده به حاکم شهر میرسونن، باز خودشون برعکس یک نفر یک مهمان رو گرفته خودشون ریویزور میتروشن که انا همین ریویزور همین نفر بوده. پس نقشه که شما در نمایشنامه زنگیری یا دمگیری یعنی استوبرات را بازیدید تا کجا برایتان خاطرمان است و آیا باری شده است که با چنین مشکلی با چنین موضوع یعنی در زندگی واقعی روبرو شده باشید؟ در زندگی واقعی نه. شاید من در اطرافیان بسیار دیدم اینها رو. بعضا وقت بسیار نفرانی که ما رو از نزدیک میشناسند اونها میگویند که تو رو در فیلم فلان دیدیم، بسیار بچه چی رو آفریدی، نقش بچه بولهوس رو آفریدی فلان چیه، لیکن ما در حیات میدونیم تو دیگر آدمی. میگم خیلی قبول است همین خیلی. بعد این نمایشنامه رو بسیارتر نفرانی که تماشا کردن میگن خیلی، نفرانی که هنرمند هستن میگن دیگر خیلی قبول میکنن، نفرانی که از ساحه هنر نیستن اونها میگن چقدر مردی بولهوسی قدر چی بوده است که همین زنی خودش رو کار کرده از او خلاص شود و زنی جوان گیرم میگوید. $5 چند از دلار؟ دلار؟ ها گفتگی برید 100 هزار تومانی. یک جاغش گیر 1100 سومونی؟ ها؟ 1100 سومونی؟ ای مردک قریب که فراموش میکردم نرخی میوه و سبزوادم چه خستگی. چی؟ خستگی؟ نقش استوبرات برایم خاطرمانش همین است که در این نقش هم سرود خونده که میتوانست بسیارتر همین جای سرودخوانی هم، یعنی که دو سروده که داشت سرود میخوند، همین لحظه های سرودخوانی هم برایم بسیار خاطرمان است.
هرچند نمایشنامه زنگیری یا دمگیری با زبان ساده تهیه شده است ولی خیلی پرمضمون برای بیننده یعنی اندیشه و پیام تربیوی میرساند. یعنی هر یک تماشاگر پس از تماشای این نمایشنامه کوشش میکند خطاگی های خود را اصلاح کند، خصوصا سعی میکند تا اینکه برای حفظ و حمایت ارزش های اویلوی بی‌طرف نباشد. یعنی که از نمایشنامه تئاتر آینه است. از تئاتر هر نفری که میتواند خود تماشا کرد و قضاوت برد که در اینجا در حقیقت من همین خطاگی رو دارم، در زندگی دارم، با واسطه همین آیسته باید به دیگر کس نمیگوید، خودش میتواند که اصلاح کند. همون نمایشنامه همون صحنه رو دیدم، پس الکی میگوید که من همین خطاگی در من دیده میشد. او اگر با کسی گوید میگه از روی نمایشنامه گرفتی، میگه از روی نمایشنامه نه. خودی هر یک انسانی که در تئاتر میاد نمایشنامه را تماشا میکند، هر صحنه‌ای که نباشه، کدام ابرازهایی که نباشد، الکی از همون یک تاثیرات میبردارد. در این نمایشنامه ما خواستیم تمام کلکتیو رو در اینجا نشان بدیم و در این فستیوال هنرمندان تئاتری ما با پیشنهاد کردن نمایشنامه زنگیری و دمگیری سزاوار 3 جایزه گردیدند که این هم شرف بزرگ است و دستاوردی بسیار هم بزرگ است برای هنرمندان تئاتری ما. امروز نقش آفرندگان که در اینجا نقش استوبرات را عبدالرحیم عبدالرحمانов اجرا میکردند، نقش مخصوم هندلک را خود کارگردان قربان محمد شکرزاده، نقش شرافت بیگیم را دارنده مدال خدمت شایسته جمیله یوسف‌آقا و نقش همسایه زن را، یعنی که اون زنی سال خورده ای که خیلی کمک میکند برای پایداری عائله آنها، هنرپیشه خلقی تاجیکستان مهرینسا حاجیبایова. خوب هستی دخترم؟ سلامتیت خوب است؟ شربرات فرزندات همه خوب هستند؟ بگیم جان، میبینم که طبعت خیره. بگیم جانی مرا، ماه تابانی مرا، خدا بیخبر رنجونده که دیگه بزن. هیچ کس خاله جان، هیچ کس. از من پنهان نکن، من از درون خانه میفهمم هوای بام را که دیگه بزن. راست میگم، خودتان سیر و سلامت هستید. کدام شما شما رو به اینجا آورد. خوش آمدید خاله جان، خوشبخت باشید دخترکم، خوشبخت باشید. بوزکم را به بازار برده بودم، در راه با گلنیسا با خوردم. اون زبانی مرا خودت میدانی که یک تصفیه دیگر خودم را داشته نمیتوانم و زور از گلنیسا خلاص شده با بازار در آمدم. از دلال التماس کردم که بوزکم را سودا کنم. مرد در خانه همین بوز بود، همین را هم با سودا برآوردم. نمایشنامه رو همچون کارگردان من چند سال قبل پیشتر یعنی روی صحنه تئاتر آورده بودم. من همچون کارگردان دیدی خود رو دیگر کردم، یعنی دیدی خود رو نزدیک به فستیوال یعنی کردم، یعنی دکوراسیون نمایشنامه رو مو عوض کردم. تمامی تجهیزات صحنوی یعنی زنده بود. در قالب هنر نشان دادن موضوع روز البته برای بیننده اندیشه نیک قدم‌های استوار و عموما رفتار نمونوی را می‌آموزاند. اگر اصالت هنرمند در آفریدن یک چیز خوب، یک چیز نو باشد، پس احترام ما تماشاگر نسبت شما به اندازه است. پس بگوید که در نقش استوبرات بیشتر کدام خصلت‌ها را استفاده کردید؟ رفتار و کرداری مثلا نقش قهرمان اساسی در نمایشنامه بداهتا اجرا میشد؟ بداهتا بسیار اجرا میشد در آنجا، چون که خروسی که من در قفس گرفته ماندم از رشک و حسد، خروس بسیاری بد صدا برآورد در آنجا، چون که در وای گوییم که جانزاد زنده است، در آنجا نیست که وای خروس باید فریاد کند. بداهتا بعضا من خودم هم گفتم که زنو کدروگیر، بعضا وقت که هموازی من مخصوم هندلک قربان محمد شکرزاده اونم گفت که خب کن آوازش رو گیر، ای وای رو من از 21 زنش جدا کردم برای همین ناله میکند. گفته این خیلی لحظه بود بداهتا که از نمایشنامه بیرون میبرامد و در نمایشنامه خیلی میافتد که لحظه ای که خود پیدا میگردد، یعنی که همون لحظه پیدا میگردد، باز لحظه که طلب میکنند، یعنی که همون جایی که هم تماشابین طلب کرده میتواند که همین خیلی لحظه باید میشد. بنیاد کردن قهرمان اساسی نمایشنامه استوبرات برای شما همچون هنرمند آسان بود و یا مشکل؟ اگر راستش بگم مشکل بود، چون که بسیار این یک پرسوناژ یک قهرمانی است که بسیار سرتلاش است. حتی در خوابی که خواب میکند، در خوابش یعنی که با دختری هندو و میخورد،
در خوابش هم این عاشق است. این بسیار حرکت دارد، یعنی که بعضا نقش‌هایی است که آنها کمتر زمینی‌ترن، آهسته‌تر، یعنی تمپی که بازی میکند و حرکت میکند و همه این رو هم به تماشابین میگوید، مونولوگ خودش رو میگوید، یا که با گشته بود پارتنرهایی که هم بازهایش بازی میکنند. همین بسیار سراسیمه تستر باید یک کار کرده یگان زنگ گیرد، یگان کار کرده تستر بسیار سرتلاش که هست. هنرمندم بسیار بله این قوای زیاد رو صرف میکنه و من هم بیشتر همین رو خودم هم موندگیم رو احساس میکردم. در اینجا بسیار همبازای من میدونستن که من کمتر سلامتی هم تغییر یافته بود در اون لحظه باز، لیکن برای خودی من بسیار دشوارتر بود همین لحظه. من مادرتون رو دیدن میخوام. این امکان ندارد، این امکان ندارد. چرا؟ وای دیوانه هم هست؟ ها دین روز بردیم بیچاره را در مخ زنجیر بند کرده من حیف شد یانگه حیف شد. من اصلا روزی ندیدمه. بس باید این نکاح سر کنم. حالا زنم در دیوانه خانه گویه؟ بله. طاقت کردن نمیتوانم گویه؟ طاقت کردن نمیتوانم. مخصوم طاقت کردن نمیتواند. مخصوم دو وقت نکاح سر کنه تستر. بانو جان همین ما فهمیدیم که عروس آوازش جدا هم شیرین، یک تا از همان سرودهای عثمان کف شود گردم. خان دخترم، یک تا از همان سرودهایت خان. های بانو، با فرمان دادن به عروسی من حق نداره. کدامی از قهرمان‌های این نمایشنامه خیلی دلسوز، خیلی دوراندیش بود به فکر شما؟ در اینجا اگر خیلی گیریم انا همین بانو همسایه زن، اگر همین بانو پیدا نمیگردید مثال بندوبستی نمایش شلکه دیگر میگردید. یعنی که بانو دوراندیشانه فکر میکند که من فهمیدم به مصلحت مخصومچه هندلک این کار به عمل اومدگی نیست. تماشا کن، یعنی که همین بازی رو تئاتر در تئاتر رو بانو میگیرد و دوامش رو کارگردانی کرده، زنی استوبرود رو گرفته زیبا و آرام میکند که حتی استوبرود خودش نمیشناسد که زنی خودش است، حتی از آوازش نمیشناسد، چون که در دنیای همون عشق و محبتی که دختری جوان گفت و داده شده است همون آوازش رو حس نمیکنه. میگوید که زنتون چه زن بود؟ میگوید دغل بود، جاهل بود، همش رو در پیش زنی خودش حتی میگوید، چون که و پیش پرده است نمیدوند از همون چیکار کرده زنش رو پس زند و انا همین زن جوان رو دیلش رو یافته، یعنی که با او مایل بگردد. در انتها یعنی استوبراد از کاری کردش خیلی پشیمان میشود و کوشش میکند که عائله‌اش رو حفظ کند، درست؟ بله و در آخر میفهمد که این همه بازی هایی که خودش کرد و یعنی که در داده شد بر حیله های فتوا آوردن مخصوم هندلک، بعدتر باز با میفهمد که در اینجا بانو با او راه نشان داده است که میبیند زنش چقدر زیبا است، چقدر حسن و طراوت زیبا دارد و این رو من نادیده گرفتم. گفته گشته پشیمان میشود که شرمنده شدم. آخری قدر گپایی که نسبت زنی خود گفته بود، همسری خود گفته بود، در حیات اگر همین کار رو بکند مردم میدونید چی گپ میشود. عبدالرحیم عبدالرحمنوف است که این روزها همچون حجرنگار، همچون یک هنرمند یعنی معمول است و من برای باز هم یعنی خوبتر و در فستیوال یعنی با سطح بلند برآمد کردن با عبدالرحیم عبدالرحمنوف با این هنرمند یعنی همچون کارگردان باوری کردم و نقش رو با او یعنی سپردم و گمان میکنم که چی بگم خطا نکردیم و بار دیگر اثبات شد که هنرمندی کسبی یعنی هنرمندی کسبی است و ما در یک جایگی یعنی که هنرمندان تئاتر ما توانستند که همین یک انسامبل خوب بودن رو نشان دهند به مردم. عبدالرحیم عبدالرحمنوف طول 10 روز آخر با این نمایشنامه یعنی که وارد شده بود و فکر میکنم که همون کسبیت این هنرمند نشان داد که او از عهده این نقش میبراید. برای امروزه صحبت خاصه برایتان سپاس میگویم که دعوتی ما را رد نکردید، آمدید در برنامه‌مون اشتراک کردید و اطراف مضمون و محتوای نمایشنامه زنگیری یا دمگیری به ما و بیننده کمی هم باشد روشنی انداختید. ما میانه‌دارگی خودمان را به مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه بیان می‌نمایم که
даъват намуданд барои як нақшеро ки ман рӯи саҳна оварда будам, нақши устобарот, ва бисёрам миннатдоригӣ баён мекунам ки махсусан таваҷҷӯҳи хосае карданд ки ана ҳамин нақши маро атрофаш суҳбат бигардонанд. умедвор ҳастем ки боз намоишномаҳои мазҳакавиро бештар рӯи кор меоред, зеро бинандаи имрӯз жанри мазҳакаро бениҳоят дӯст медоранд, зеро маҳз ҳамин мазҳака аст ки мо шод мегардем. Бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи нақш аз намоишномаи зангирӣ ё дамгирӣ дар қаҳрамонӣ ҳунарманди соҳиби истеъдод аз театри мусиқии мазҳакавӣ ба номи Ато Муҳаммаҷонови шаҳри Бохтар, Абдураҳим Абдураҳмонов. Дар охир боз як порчаеро аз ин намоишнома бо ҳам мебинем ва бо ҳамин бо шумо хайр мегӯем азизон. Собаро лабайҷон ба ман нигаред. бо ҷону дил ман ҳам нигарам. Нигаред. шинохтед. келин худозад бегин зани худам ой хонам сӯхт. бегимҷон ман гуноҳ надорам, ба ҳамашан ҳамин маъсуми ҳандалак гунаҳгор аст. чӣ ман келин ман тамоман гуноҳ надорам. ба ҳамаш медонед ки гунаҳгор? ба ҳамаш ана ҳамин шақшақа гунаҳгор. ман гуфтам ку қадами вай номуборак аст. چی؟ هیچی. کی گناه کرد؟ بانو جان شما نه راستش گویم اوستا برات ой ҳандалак ҳозир дошта қабурғаҳоятро мешиканам, фаҳмидӣ? گناه کرد، گناه کرد. من